اینا حالا ما در بالای دیجی تیراندازی یا دیجی جنگی که از اینجا با طبیعی است که با کمانهای قدیم با این چیزا تیر می انداختن به دشمنی که از پل میگذشت. این دیج خیلی بزرگتر است. این دیجی دیگری هست که بزرگتر است. اونجا دیجی پستر و در اونجا در نزدیک در سر پل بود. این دیج کمی دورتر است که اینجا بسیار بلندش خیلی زیاد است. بلندش خیلی زیاد است و از همون دوره قدیم تا امروز اون جایهای تیراندازی، سنگخانه ها، اون چوخوری هایی که برای پنهان شدن جنگاورا بود، اونا همش یک مقدارش باقی مانده است. البته همش نه، یک مقدارش باقی مانده است و عجیبش این است که این در جای قرار دارد که اون بلندی که در اونجا هست اونجا قلعه است. نامش هم تا هنوز قلعه‌نک است. اون قلعه هست که زیر خاک مانده است. اون قلعه پشتیبان این محافظای پل بود. وقتی که محافظای اون دیجی اول تیراندازی با دشمن روبرو میشن، ببینید در این تنگنا چقدر پایین است. با اونا روبرو میشن، از اونجا وقتی که تیراندازی میکنن و با دشمن جنگ میکنن، این قلعه که خیلی بلندتر است از اینجا با محافظت اونا برمیخواستن و در این میان از قلعه کلانتر که قلعه بزرگ است در اونجا، از اونجا جنگیا جنگاورا می اومدن و محافظت پل و در اینجا حتما جنگ کلان صورت میگرفت که طوری که ما در پایان دیدیم گفتیم اینجا سنگ‌های بزرگی هست که همش چون سپر معلوم میشوند. سپری که از اونجا هم تیر میانداختن و با شمشیر به نظرم که به دشمن هجوم میکردن. همینطور به نظر میرسد. این کتاب در مدت 5 سال بر اساس منبع‌های بسیار قدیمی ایرانی، چینی و اسکندر مقدونی، زمان اسکندر مقدونی و یونان قدیم درباره تاریخ رشت و قلعه و یادگاری های قدیمی این سرزمین نوشته شده است. از جمله درباره شاهان رشت، دولت های رشت، دولت هایی که در اطراف رشت بودند، دولت هایی که در زمان های گوناگون در اینجا بودند، قلعه و دولت های دیگری که در این سرزمین بودند. دولت های از جمله 3 دولت بسیار بزرگ در اینجا وجود داشت و دیگر چیزی مهمی که در اینجا هست درباره تاریخ وادی رشت، درباره تاریخ وادی رشت و ساکنان آن که از کدام عصرها تا با این وقت دربارهشان در تاریخ نوشته شده است، چی یادگاری های تاریخی از اینجا یافته شدند. بسیاری از یادگاری های تاریخی در شکل عکس، صورت، مثلا اینا در وادی رشت در دوره شاهای رشت تنگه طلا استحصال می شده است، تنگه طلا وجود داشته است، همچون شاهای جداگانه در این سرزمین وجود داشتند. بعد درباره منبع های گوناگون یادگاری های تاریخی که در این سرزمین هست، درباره اینها معلومات های داده شده است. درباره سرچشمه های تاریخی و یادگاری های تاریخی که در این سرزمین یافت شدند در تاریخ چندین ساله گفتگوهای ارخئولوژی، در این باره معلومات های بسیار پخش نوشته شده است در این کتاب. همچنین درباره قلعه های جداگانه که در این منطقه وجود دارد، یادگاری های تاریخی و نمونه های یادگاری های تاریخی، قلعه های تاریخی، قلعه های جنگی، قلعه های شاهنشینی که در این منطقه وجود داشتند، دولت های شاهی که در اینجا وجود داشتند، در اینجا درباره‌شان معلومات جمع آورده شده و تحقیقات علمی، تاریخی و باستانشناسی انجام داده شده است. کتاب در حجم 192 صفحه آماده شده است و همه این معلومات به خط فارسی برگردانده شده است که در مجموع یک کتاب مکملی عبارت از 22 جزء چاپی آماده شده است و این اولین تحقیقاتی می باشد که درباره نخستین تحقیقاتی است که درباره تاریخ وادی رشت و ساکنان آن، یادگاری های تاریخی آن نوشته شده است. تا این وقت یگان کتاب مکمل، یگان تحقیقاتی مکمل انجام داده نشده است. تاریخ شناسان بسیار مهم
академик Юсуфшоҳ Яқубов ҷонибек асрориён мудири кафедраи халқи торик дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон энциклопедия ба китоб бисёр баҳои баланд доданд, вале имкони чопаш то ҳанӯз муҳайё нашудааст ва баҳое ки доданд ҳамашон бисёр баҳои баланд доданд ки арзиши чоп дорад. дар бораи давлатҳои атрофи дар сарзамини дар бораи давлатҳое ки дар ҳамин сарзамин вуҷуд доштанд, аз ҷумла давлати тохаристон ки як вақт дар водии ғарм буд марказаш, дар водии рашт ва сарчашмаҳову манбаъҳои гуногуне ки барои навиштани ин китоб истифода шудааст, дар бораи ҳамаи онҳо ҳам шоҳидони воқеаҳо, шоҳидони қалъаҳои таърихӣ, ҳамаш бо аксҳошуну бо маълумотҳои таърихӣ дар ин ҷо баён ёфтанд. аз ҷумла номи деҳкадаҳо, манбаъҳо ва ҷойномҳои ҷуғрофӣ дар ин ҷо нишон дода шуданд. сарчашмаҳои бисёри илмие ки истифода шудаанд, номшон, соли чопшон ҳамаш мукаммал дар ин ҷо нишон дода шудааст.